بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم بنده های خوب خدا، همشهریای شهر الله، مسافرای بهشت. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، طاعات قبول باشه، عبادت ها، همه نماز روزه ها، کارهای قشنگی که کردید تا به اینجای روز دهم، 1/3 از ماه مبارک هم تمام شد. انشاءالله که به خیر و خوبی و خوشی برای همه شما تمام شده باشه. اما امروز این آستان مبارک مثل خیلی از مکانهای مقدس دیگر، مثل کوچه و خیابونهای شهرمون، حسینیه ها، مساجد، یک دست سیاه پوش شده در سال روز وفات اولین زن مسلمان، همسر مهربان و یار وفادار همیشگی حضرت خاتم الانبیا، مادر بهانه خلقت و مادر 11 امام، خانم خدیجه کبری سلام الله علیها. وجود نازنینی که اون وقتی که پیامبر مهربونمون رو هیچ کس تایید و تصدیق نمی کرد و همه رو تکذیب می کردن، اون رو تنها گذاشته بودن، ایشان به نبی مکرم اسلام ایمان آوردن و پای این ایمان واسطادن. از جانشون، از مالشون که ایشون میدونید ثروتمندترین زن جزیره العرب و قریش بودن، ثروت و دارایی هاشون رو و اعتبارشون رو، آبروشون رو، با اینکه خیلی ها ایشان رو طرد کردن. شما فکر کنید یه لحظه تو شهرتون پولدارترین و ثروتمندترین آدمین، به یه مشربی هم زندگی میکردین، یک دفعه همه داراییتون رو، تاکید میکنم همه دارایی و ثروتتون رو میریزید به پای یک نفر و میریزید به پای اعتقادات او و دین اسلام. این کار بزرگی بود که این بانوی صاحب کرامت انجام دادن. اون قدر نزد پیامبر عزیز شدن که پیامبر ایشون رو یکی از 4 زن و سیده زنان عالم معرفی میکنن، در کنار خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، آسیه و مریم سلام الله علیهم اجمعین. عرضم به حضور شما که ایشان رو از زنان برتر عالم معرفی میکنن. امروز رو به محضر صاحب هر روزمون، امام عصر و زمانمون، حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، روز وفات مادر بزرگشون رو با همه وجودم تسلیت عرض میکنم و به همه شما همینطور تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که خداوند ما رو شیعه و پیرو درست درمون اهل بیت انشاءالله قرار بده. به دعای این دو بانوی بزرگوار که هر دو کریمه و مهربان هستند، خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض میکنم که با نام خدیجه هر لبی وا بشود، با نام خدیجه هر لبی وا بشود، خوشنود دل حضرت زهرا بشود. درباره او رسول اکرم فرمود، هیهات که چون خدیجه پیدا بشود. بسم الله. خدیجه بعد زهرا برترین زن در سماوات است. خدیجه بعد زهرا برترین زن در زمین هم هست و در راه خدا داراییش را داده و شاد است. برای این که جانش را ندادن دوهگین هم هست. زنان دیگری هم داشت پیغمبر، ولی این زن نه تنها اولین زن بود، بلکه برترین هم
میخواست دستم خاک عالم را به سر میکرد. دلم میخواست امشب پایم از ماندن حذر میکرد. به قبرستان دلگیر ابو طالب سفر میکرد. بله، این ذریح مطهر کریمه آل طاهاست، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در زیارتشون وقتی میخوایم زیارت نامشون رو بخونیم که از قول امام معصوم که برادر جانشون باشه، اول برنامه هم عرض کردم میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. یعنی یادآوری میکنیم که مادر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها حضرت خدیجه عزیزی هستند که امروز در سوگشون نشستیم. تو عموم زیارتنامه هایی که از معصومین هست اگر دقت بفرمایید نام مادر معصوم رو ما نداریم، اما نام حضرت خدیجه در اون زیارتنامه ها هست. این نشان از شأن و جایگاه بالای حضرت خدیجه سلام الله علیها است. حتی تو دعای ندبه من دیدم که میگیم کجاست فرزند پیامبر برگزیده، کجاست فرزند امیرالمومنین، کجاست فرزند خدیجه القرا. یعنی یک وجود نازنینی که در زیارتنامه ها همه هست و نه تنها پیامبر سالها بعد از وفاتشون از ایشان به نیکی یاد میکردن، گاهگداری اشک میریختن در فراقشون. یکی یک اهل بیت، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین تا وجود نازنین حضرت حجت، همه از حضرت خدیجه سلام الله علیها یاد کردن و افتخارشون این بوده که از نسل ایشان هستند و ایشان مادر بزرگ و ام المؤمنین هستند. نثار روح مقدسه و مطهرشون یه صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد الله محمد و عجل فرجهم. و گفتگومون رو در محضر آقای تراشون عزیز شروع میکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر، روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. عرض ادب دارم محضر بینندگان خوب برنامه، حضار محترم، حضرت عالی، یکایک همکاران بزرگوارتون تسلیت و تعزیت هم عرض میکنم. ایام رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم آقای تراشون عزیز. ما قبل از که وارد گفتگو بشیم، ما هر روز عبارت یا معصومه رو مردم زحمت میکشن به 301122 ارسال میکنن. یک نفر رو به قید قرعه دوستان انتخاب میکنن، پرچم متبرک این حرم رو خدمتشون تقدیم میکنیم. برنده روز گذشته ما آقای محمد عجمی از خراسان رضوی هستند. این هدیه رو خیلی زود تقدیم شما خواهیم کرد، به شرطی که پیش امام رضا از ما یاد بکنید، نایب الوزیر ما هم باشید ان شاء الله. امروز هم دوستان فرمودن که به احترام نام مبارک حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها با اجازه بی گفتیم چیکار کنیم هم ایشان از ما خوشحال بشن هم دل پیامبر مهربون رو به دست بیاریم. دوستان پیشنهاد دادن که شما عبارت یا خدیجه رو امروز به سامانه پیام کوتاه 301122 ارسال بفرمایید. عبارت یا خدیجه رو ارسال بفرمایید، هم انشالله متوسل باشید و حاجت روا بشید. همین که ما به قید قرعه به یک نفر انشالله پرچم متبرک این آستان رو تقدیم خواهیم کرد. چه روز خوبی ما قراره که راجع به کرامت صحبت بکنیم. موضوع دقیق برنامه نقش تربیتی حفظ کرامت در خانواده است، چون ما محضر بانوی کرامت هستیم، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و کریمه دیگری که ام المؤمنین لقبشون هست و همه زندگیشون رو بخشیدن در راه پیامبر اسلام. بسم الله. چشم. من اگر اجازه بفرمایید قبل از ورود به بحثمون دو نکته رو در ارتباط با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بیان بکنم. اولین نکته اینه که ازدواج و پیوند نبی مکرم اسلام با حضرت خدیجه کبری یک فصل جدیدی و یک رویکرد بسیار نو و نوینی در موضوع خانواده و همسرداری بود.
یعنی یک تعامل دو سویه‌ای که بین پیامبر و حضرت خدیجه کبری شکل گرفت و این تبدیل به یک مدل از زندگی اسلامی شد. یعنی شاید قبل از اون خب ما همچون پیوندهایی رو با این قوت و شدت که یک طرف برترین انسان روی کره خاکی یعنی وجود مبارک نبی مکرم اسلام و از سوی دیگه یک بانوی با کرامت با عزت همانند حضرت خدیجه کبری باشه بشر تجربه نکرده بود و همین روی کرد الحمدلله رب العالمین تسری پیدا کرد بر زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا و اینها تبدیل شد به یک سیره عملی در نظام خانواده. یه جمله رو وجود مبارک نبی مکرم اسلام دارن وقتی میخوان یاد بکنن از مردان ارزشمند، مردان تراز، مردانی که بر اساس الگوی اسلامی عمل میکنن، فرمودن بهترین مردان مردانی هستند که همسران خود رو تکریم بکنن و دقیقا همچون تکریمی رو ما در خانه خود نبی مکرم اسلام میبینیم. حالا اون نکته دوم به نظرم اون وصیت‌نامه شفاهی که در واپسین روزهای زندگی حضرت خدیجه کبری بین ایشون و پیامبر گفتگو شد. پیامبر آمدن بر بالین حضرت خدیجه کبری، حضرت فرمودن که من یا رسول الله 3 وصیت دارم، 3 خواسته از شما دارم. خواسته اولشون رو اینجوری بیان فرمودن که یا رسول الله اگر من در زندگی با شما کوتاهی کردم، قصوری کردم، کمی گذاشتم، من رو ببخشید، حلال بکن. که اینجا میگن پیامبر لب به سخن گشودن و فرمودن تو در زندگی من سختی کشیدی، خسته شدی. یعنی شروع کردن اون زحمات چندین ساله حضرت خدیجه رو در کنار پیامبر که شاید بتوانیم بگوییم سخت‌ترین دوران زندگی پیامبر هم همون دوران بود. یعنی دورانی که پیامبر تازه اسلام رو میخواد عرضه بکنه، سختی‌های فراوان، محاصره اقتصادی، سیاسی و بالاخره به تعبیری همه جانبه‌ای که پیامبر رو انجام دادن. در تک تک این لحظات حضرت خدیجه با گذشت و ایثار و همراهی آرامش کنار استقامت کردن واقعا وجود مبارک پیامبر بودن. نکته دوم فرمودن که یا رسول الله اشاره به دخترشون فاطمه کردن، گفتن دخترم فاطمه یتیم میشه، ممکنه زنان قریش او رو آزار بدن، اذیت بکنن، او رو به شما می سپارم که از او مراقبت بکنید که او رو دشنام ندن، بهش تندی نکنن، او رو حتی در عبارت سیلی نزنن. من یه موقعی وقتی این وصیت رو میخواندم بودم ای کاش حضرت خدیجه اونجا آقا امیرالمؤمنین رو هم دعوت میکردن و این وصیت رو با آقا امیرالمؤمنین هم میفرمودن. اما بخش سوم وصیت حضرت فرمودن که یه نکته‌ای هم دارم که به دخترمون زهرا گفتم که به شما بگوید، خودم شرم و حیا اجازه نداد با شما مطرح بکنم. که میگم همون لحظه پیامبر با دخترشون زهرا رفتن بیرون، گفتن مادرت خواسته سومش چی بود؟ که اونجا زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن، مادرم فرمودن که چون من از عالم قبل و عالم پس از مرگ ترس دارم، وحشت دارم، به پدرت رسول الله بگو که ایشون من رو در اون لباسی که برشون وحی نازل می شده کفن بکنن که با این لباس اون آرامش رو بگیرم. که این هم یک نقطه عطفی است که اون همراهی پیامبر گرامی اسلام حتی بعد از وفات حضرت خدیجه کبری به این گونه رقم میخوره که بخشی از وجود خودشون اون
سالهای مهمی که وحی برشون صورت میگرفت رو این رو به ودیعه در کنار همسرشون حضرت خدیجه کبری به امانت سپردن. یعنی آدم وقتی زندگی این دو بزرگوار رو نگاه میکنه شاید بتونیم این تعبیر رو به کار ببندیم، بخشی شوق است که چگونه دو انسان این گونه زیبا در همه مشقات و سختی‌ها کنار همدیگه زندگی میکنند. شاید یه بخشن بگیم غم است که چگونه اینها رنج‌های متعددی رو هم در کنار همدیگه به دلیل اون نگاه بیرونی که مشرکین داشتن، کفار داشتن، تحمل کردن. امیدواریم انشالله این بانوی بزرگوار بتواند یه الگوی بی‌نظیری برای همه بانوان باشه. یه بخشی از نکات هم هست که حالا چون مجال نیست و فرصت نیست شاید دیگه نشه اینها رو بیان کرد که انشالله شنوندگان ما، بینندگان ما، حضار محترم ما حتما به سخنانی که سخنوران در این چند روز در عظمت حضرت خدیجه کبری بیان میکنن گوش فرا بدن و قطعا این بزرگواران در این جایی از تاریخ که ما ایستادیم خیلی میتونن به سبک زندگی ما، مرام ما، روش ما و پای دین ماندن ما کمک بکنن انشاءالله. حتما همینطوره. این نکته نابی که فرمودید، خواسته سوم حضرت رو فرمودید، خیلی ذهن منو درگیر کرد، چون یه وجه قضیه اینه که بانویی که ثروتمندترین زن بوده همه داراییشو ریخته به پای پیامبر. شما فرمودید تو همه سختی ها و مشقات، اون کسی که وقتی که هیچ کس همراهی نمیکرد پیامبر رو پشتیبان پیامبر بود، بعد موقع رفتن حتی یه خواسته کوچیک این شکلی هم داره خودش روش نمیشه به پیامبر با یه واسطه میگه اگه میشه مثلا اون عبا. این واقعا یک نمیدونم چجوری میشه توصیف کرد، تقریبا همون مرام زنان بزرگ تاریخه. عجیبه. یعنی شما در سیره زندگی حضرت صدیقه طاهره میبینیم که درخواستی رو با امیرالمومنین مطرح نمی‌کرد. بعد از این همه بخشش، بعد از این همه همراهی، هر کی باشه یه کوچولوی 2000 مثلا چیزی ممکنه توقع داشته باشه طلب کنه دیگه. همین توقع که آقا عباتو بنداز رو منم با یه واسطه محروم نمیشه. و خیلی خوبه که اینها برای ما تبدیل به روی کرده رفتاری بشه. الان میگه اوقات همین بدبستان‌هایی که تو برخی سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌ها صورت میگیره ریشش تو همینه. یه کار کوچیکی که برای طرف مقابل کرده 1001 انتظار داره که او برآورده بود. اینا تبدیل به همون راندهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی در جامعه میشه، در حالی که گاهی اوقات وقتی نگاه میکنه انسان میبینه کاری هم نکرده، رفته یه رأی داده به این آقا، بعد انتظار داره که مثلا در نقطه مقابل، طرف مقابل 1001 خدمت رسانی رو بر او داشته باشه. ولی وقتی انسان کارش برای خدا باشه نتیجه هم این میشه که فقط از خدا هم پاداش رو میخواد. الحمدلله. خیلی ممنونم. میخوایم بریم، ما یه نظر خدمتی داریم، انسانهای مهربان و خیرخواه و کریم هم ما تو مملکتمون زیاد داریم. یه بخشیش رو دوستان من اون قدری که قسمت میشه تصویر میگیرن و پخش میکنن به عنوان نظر خدمت میکنن به مردم در این روزها به نیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. من 2 بیت تقدیم بکنم به محضر حضرت خدیجه، بعد بریم این بخش رو ببینیم، با یه راننده تاکسی عزیز و نازنین و دوست داشتنی آشنا بشیم. عرض میکنم به محضر بیبی که هر چند که خود فیض عظیمند همه، امامان معصوم رو عرض میکنم به محضرشون، هر چند که خود فیض عظیمند همه، در سفره فضل تو سهیمند همه، ارسیه سفره‌داریت باقی ماند، نسل تو کریمه و کریمند همه. و ما از برکت وجود شماست که سر سفره این همه کریم و کریمه نشستیم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. من
من عباس شهبازی هستم، راننده تاکسی. به شهر قم کار میکنم. سعی میکنم با این کار کسب و کارم نون حلال ببرم خونم. خیلی خوشحال هستم که در شهر قم زائرین رو به حرم حضرت معصومه میبرم میارم. 28 ساله رو تاکسی کار میکنم. کار تاکسی خیلی سخته، لوازم خیلی گرونه، درآمدات نسبت به گرونی لوازم کمه، بالا پایین داره، گرما داره، سرما داره، خرابی داره ماشین. هر طوریشه خلاصه خدا روزی رسونده تا ما راننده تاکسی ها دل خوشمون به اینه که توی خیابونای پر ترافیک سرما و گرما رانندگی میکنیم، ولی چون هر طرف میچرخیم نگاهمون میفته به گنبدوارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، خستگی در میاییم و سعی میکنم روزهای پنجشنبه به نیت حضرت معصومه زائرینش و مسافرین دیگر رو رایگان ببرم و ثوابش هدیه میکنم به روح انبات و گذشتگان. صلوات بفرست. خوش آمد. ما همه خادم اخترزایی. این پرچمی که به اهتزاز در اومده در گنبد و بارگاه مقدس حضرت کریمه یک نماد هست. اینجا پرچم‌های زیادی هستش که قسمت کسی میشه که عبارت یا خدیجه رو امروز به سامانه 3011-22 ارسال بکنه به قید قرعه. انشاءالله یک پرچم رو ما متبرک هست به این مکان مقدس رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه پویش دیگه هم به نام افطاری کریمانه داریم که اونم فراموش نفرمایید، برای اینکه بدونید چطوری میتونید اونجا عضو بشید و مشارکت داشته باشید. هر شب اینجا سفره مفصل کرامت بیبی پهنه دم افطار، میتونید مراجعه به سایت آستان هم بفرمایید. بریم سراغ بحثمون که در واقع حفظ کرامت در خانواده و نتایج تربیتی اون است. از هر جا سلام میدونید در خدمت. ببینید اصلا تکریم و احترام یک سنت الهیه، یعنی انسان رو وقتی خداوند خلق کرد، این تعبیری که در قرآن انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی بزرگترین تکریم رو برای انسان خداوند متعال مطرح کرد که من جانشین خودم رو بر روی زمین قرار دادم. یعنی بزرگتر نشون میده که انسان نیاز به تکریم و احترام داره. شاید متعلی تعبیری دارن، میگن ذات انسان‌ها اینه که یه موقعی با هم دیگه درگیر بشن، اختلاف پیدا بکنن، و اون چیزی که مهمه اینه که انسان باید در یک مسیر تربیت قرار بگیره. برخی فضایل اخلاقی که میتونه نظام اجتماعی، نظام خانواده رو ساماندهی بکنه. یکی از اونها همین بحث احترام و تکریم در محیط خانه و خانواده است. زن و شوهرایی که احترام خوبی برای همدیگه قائلن، تکریم میکنند یک دیگر رو، به خودی خود این خودش زمینه میشه که اون آسیب‌های محیط خانه و خانواده کمرنگتر میشه، گاهی اوقات بیرنگ میشه. ولی متاسفانه باز همون نکته‌ای که در روز گذشته عرض کردیم، اون منیت خودخواهیه گاهی اوقات سخت به انسان اجازه میده که این احترام رو بگذاره. چند وقت پیش بودیم زوج جوانی آمده بودن پیش من، آقا بالاخره یه ذره قلدری میکرد تو خونه، به خانمش بی احترامی میکرد. بعد بهش گفتم خب چرا این کار رو میکنیم؟ نوبجا یه بزرگ فامیلی به من گفت مرد وقتی وارد خونه میشه بعد زنش رو یه جوری صدا بزنه که این 4 ستون بدن زن بلرزه. گفتم ببین اصلا این لفظ مرد خیلی احترام داره، اینو خارجش کن از این جمله، به جاش لولو بذار. لولو باید یه جوری زنش رو صدا بزنه که 4. ولی مرد رو اسلام تعریف میکنه، نبی مکرم اسلام بیان میکنه. شما در اون بیان نبی مکرم اسلام داریم که مرد باید اصلا الطفهم به اهله باشه، یعنی الطفه بر وزن افعل، یعنی لطیف ترین رفتار رو با همسرش داشته باشه، یا احسنهم خلقا باشه،
بهترین خلق و خو رو نسبت به همسرش داشته باشه. من به نظرم اینا واژه‌هایی هستش که اگر در زندگی‌های ما وزن پیدا بکنه، به خودی خود شما بسیاری از مشکلات رو میتونین حل بکنین. ببینید جناب قوامی عزیز، مشکلی که وجود داره اینه که ما گاهی اوقات اون واقعیت زندگی ها رو نمیدونیم. دیروزم گفتم یه موقعی ما دنبال یک انسان بی‌نقصیم که نمیشه پیدا کرد. غیر از اهل بیت علیهم السلام شما همه انسان ها نقیصهایی دارن. چند وقت پیش بود آقای آمد پیش من گفت من همسری دارم، آدم خوبیه الحمدلله، خانم خوبیه، ولی بی‌نظمه. من بهش گفتم مثلا این بی‌نظمیش هم اشانتیونش نری خیلی بهش ور بری، ممکنه چون بلد نیستی یه جایی بی احترامی بکنی، یه جایی بد برخورد بکنی، این بی‌نظمیه که حل نمیشه، لجبازی هم ضمیمش میاد، بد اخلاقی هم میاد، آخرش هم قهر میکنه میره، مهرش رو اجرا میگذاره. لذا ما باید حتما این رو بهش توجه بکنیم که یک سری واژگانیه. من این واژه ها رو اجازه بدین تحت این عبارت به کار ببرم، میگم اینا واژه‌های فرامهارتیه. یعنی من احترام و تکریم به همسر رو باید به عنوان یک واژه فرامهارتی، به عنوان یک گستره‌ای در زندگی حتما پیاده کنم. آقا طرف مقابل احترام نمی‌کنه، تو احترام بکن، شک نکن جواب میگیری. میدونین دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که این واژه‌ها واژه‌های فطریه. یعنی چی؟ با فطرت انسان چون سازگار داره برای انسان اثر میگذاره. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی یه موقعی میفرمودن کلمات اهل بیت رو به مردم بگید. میگفتن دلیلش اینه که این کلمات نورانی فطری خودش میره جاش رو پیدا میکنه، شما نمیخواد زحمت بکشید. من میخوام میگم گاهی اوقات واژه‌ای مثل احترام وقتی در خانه شکل میگیره اصلا به خودی خود بسیاری از مشکلات رو میزنه کنار. طرف رو میخوای اصلاحش بکنی، چرا ما دنبال بدی کردنیم؟ مثلا غیبت میکنیم که دلمون خنک شه یا طرف مقابل رو اصلاحش بکنیم، پرخاش میکنیم، دروغ میگیم. خب اینا واژه‌های غیر فطریه، آسیب میزنه به زندگی. پس این احترام و تکریم در محیط خانه حتی نسبت به فرزندان. ببین ما امروز یک گروهی از بچه‌ها رو داریم که اینا آسیب دیدن. وقتی میری آنالیز میکنی، بررسی میکنی زندگی ها رو، میبینی که تو خانواده‌ای دارن رشد میکنن که این خانواده بچه‌ها رو تکریم نمیکنن، در حالی که پیامبر گرامی اسلام به صراحت و وضوح میفرمان اکرموا اولادکم، شما فرزندتون رو باید تکریم بکنیم. یعنی اگر واژه تکریم رو شما از احترام یا بهتر بگم شیوه تربیتیتون خارج کردید، شک نکنین فرزندتون دچار آسیب‌ها و هنجار شکنی‌های رفتاری و کلامی میشه. چرا بچه‌ها توهین میکنم؟ من یه موقع این مثال رو تو همین حرم مطهرم زدم قبلا که موقعی میگن یه مولایی بود نوکری داشت، نوکره رو میزد، بد و بیراه میگفت، فحش بهش میداد. یه موقعی گفت اینم بنده خداست، من اشتباه کردم تا حالا این کارا رو کردم. صداش کرد گفت فلانی بیا میخوام ازت حلالیت بطلبم. آمد و حلالیت طلبی، گفت یه موقعی فحشی دادم، بد و بیراهی گفتم، کتکی به زدم، ما رو حلال کن. گفت آقا شما اختیار دارید، ما نوکر شما، این حرفا چیه میزنن؟ گفت نه حلال کن. گفت چشم آقا حلال. بعد میگه من دیدم این نمیره، با ایستاده. بهش میگم چرا نمیریم؟ میگه منم آقا میخوام یه چیزی بگم روم نمیشه. گفت نه تا من سر کیفم تو هم بگو. یه بالاخره یه ذره این پا کرد رو گفت واقعا آقا اون موقعی که به اون فحش میدادیم، بد و بیراه میگفتین، غذا براتون میوردم توش توف مینداختم. یعنی به همین اندازه اون بی احترامی واکنش منفی داشت. لذا امام هادی علیه السلام میفرمایند که من هانت علیه نفس فلا تأمن شر. کسی که، حالا من نمیخوام روایت ترجمه کنم، میخوام فرمول ازش بیرون بکشم، کسی که بهش بی احترامی یا اهانت بشه شر میشه. ما گاهی بچه هامون تو زندگی هامون میشن شر زندگی، یه موقعی همسر میشه شر زندگی. باید بریم اون ریشه رو پیدا کنیم. یادتونه من آخر برنامه دیرو گفتم میخوام 2 تا واژه رو برای بینندگان خوبمون توضیح بدم.
این دوتا واژه‌های کلیدیه، یعنی تا ما این دوتا واژه رو نشناسیم بسیاری از مشکلات زندگیمون پاورجایم. یه واژه‌ای داریم به نام مشکل. یه واژه‌ای داریم به نام مسئله. من اول اینا رو توضیح بدم بعد بگم اینا مهم بودنش کجاست. میخوایم راجع به این دوتا واژه ما یه ذره فکر کنیم که ببینیم داستان مشکل چه تفاوتایی چیه، مسئله چیه. یکی دو تا سوالم من تو ذهنم پیش اومده، اگر اجازه بدید تو بخش بعد حتما ازتون میپرسم. مشکل، مسئله و این یک دو تا سوال که پیش اومده. ما هر روز یه بخشی رو تقدیم میکنیم و نور میگیریم در واقع از ستارگانی که در حرم نورافشانی میکنن در کنار این ماه درخشان. امروز محضر یکی از مراجع عظام تقلید بزرگ هستیم که در واقع حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه هستند. عزیزی که من یه پیگیری میکردم میدیدم خیلی از مشکلات مادی و معنوی و علمیشون رو میومدن در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها نماز میخوندن، متوسل میشدن، حاجت میگرفتن، میرفتن و دست به قلم میشدن و ادامه میدادن. بریم محضرشون عرض و برگردیم و ادامه گفتگو. بسم الله. و احیای آیین‌های ایام فاطمیه از دیگر خدمات و مجاهدت‌های این عالم ربانی است. آیت الله العظمی فاضل لنکرانی پس از انقلاب اسلامی در سال 1373 به عنوان یکی از مراجع تقلید اعلم شیعه معرفی شد. وی قریب به 2 دهه مرجعیت دینی شیعیان جهان را بر عهده داشت و با دایر کردن درس خارج شاگردان زیادی را تربیت نمود. او دارای تألیفات و آثار علمی زیادی در موضوعاتی همچون تفسیر، علوم قرآنی، فقه اصول و اندیشه سیاسی است. سرانجام این مرجع عالی قدر جهان تشیع در 26 خرداد 1386 در قم دعوت حق را لبیک گفت و پس از تشییع بسیار با شکوهی در رواق بالا سر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. حالا یه موقعی اگر این صوت ایدار نمیشه پخش کرد، من متوجه حرف شما نمیشم و حرف میزنیم تو گفتگو. بله، خیلی ممنونم. روحشون شاد هست آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه. انشاءالله که همنشین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها باشند و دعاگوی همه ما به برکت صلواتی که تقدیم میکنیم به محضرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عبارت یا خدیجه رو فراموش نفرمایید، به 301122 ارسال بفرمایید. یک پرچم متبرک رو انشاءالله به قید قره تقدیم شما خواهیم کرد. قرار بود راجع به 2 واژه مشکل و مسئله صحبت بفرمایید. یکی 2 تا سوالم من سریع بگم اگه صلاحتون هستین راجع بهش صحبت بکنید. یکی این که حالا یه دونش رو بپرسم. امروزیا میگن اینجور که شما دارید تکریم و توضیح میدید، یعنی ما خیلی سرسنگین با همسرمون حرف بزنیم، خیلی لفظ قلم با بچه‌مون، با همسرمون، در صورتی که ما مثلا صمیمیم، با هم شوخی میکنیم، میگیم، میخندیم. یه وقتایی حالا با یه الفاظی هم امروزیا قاعدتا همدیگه رو صدا میکنن. من البته اینجا الان جلوی تلویزیون روم نمیشه اون الفاظ رو بگم، ولی با اون الفاظ همدیگه رو صدا میکنن. بعضی وقتا شاید اسم حتی بعضی از جانداران رو مثلا روی هم دیگه بذارن و بگن و بخندن و خوش باشن. یا مثلا بچه کوچیکا پدر رو به اسم کوچیک صدا میکنن، مثلا علی بیا اینجا، باباشه ها یا مادرشه. اینا چجوریه؟ اینا منافاتی با کرامت داره نداره؟ خدشه بهش وارد میکنه؟ من 2 تا واژه رو قرار بود اول یک توضیح بدم که این خیلی میتونه بزرگواران زمینه حل بسیاری از معضلات زندگی ما باشه. فقط 5-6 دقیقه فرصت مدیریت. من این مشکل رو و مسئله رو در قالب یک مثال بگم. یعنی چی؟ میگن یه آقایی با خانمش میره پیکنیک کنار رودخونه، میگن اینجا بیایم یه چای هیزمی بخوریم و بالاخره یه جوجه‌ای درست کنیم با هم بخوریم و صدای جریان آب رو بشنویم. همین که میان زیرانداز رو بندازن، میدن یکی از توی رودخونه شروع میکنه داد و فریاد کردن که آقا نجات هم بدین دارم غرق میشم. ای بابا.
این آقا سراسیمه میدونه میره، بعد یکی رو داره آب میبره، خودش به آب میزنه و با هزار زحمت اینو نجات میده. خانمش میگه چی شد؟ میگه چی؟ یکی رو داشت آب میبرد، الحمدلله نجاتش دادم. و خانمم میگه تشکر، و منم زیرانداز انداختم، بشین آقا تا ببین برای چایی باید چیکار کنم. آقا میشینه و میبینه نه هیزمی جمع شده و میاد یه بادی بزنه هیزم بگیره و آبی جوش بیاد. دوباره میبینن یکی تو رودخونه داره داد و هوار میکنه، به فریاد من برسین دارم غرق میشم. دوباره آقا سراسیمه میره او رو هم نجات میده. میاد میره بله خانم الحمدلله چای رو هم دم گذاشته و داره چای دم میکشه، هنوز چای دم نکشیده میبینه یه نفر دیگه تو رودخونه شروع میکنه داد و هوار که آقا به داد من برسین دارم غرق میشم. او رو هم میره نجات میده. برمیگرده به خانمش اینجوری نشد، ما اینجا اومدیم یه نفس راحتی بکشیم، الان تا شب باید بریم آدم تو رودخونه نجات بدیم. اگر اجازه بدی من خلاف جهت رودخونه برم بالا ببینم بالا دست رودخونه چه اتفاقی داره میفته. میره بالاتر، بله یه پلی روی رودخانه، یک دیوانه روی این پل ایستاده، هر که میاد رچه اینا رو میندازه تو رودخونه. دست این دیوانه رو میگیره، تحویل دیوانه خانه میده، میاد پیش خانمش میگه خانم جان دیگه خیال راحت، آدمی تو رودخونه نمیفته. عریشه کارو درست میکنه. اون دیوانه مسئله بود، این حلش کرد. آدمایی که میافتادن تو رودخونه مشکل بودن. گاهی اوقات ما درگیر مشکلاتیم، بعد میبینی همه زندگیمون هی داره صرف مشکلات میشه، در حالی که ما اگر بریم اون مسئله رو حل بکنیم این مشکلات هم به خودی خود حل میشه، به وجود نمیاد. ما عرض می‌کنیم جنس تکریم جنس حل مسئله است. یعنی وقتی من به همسرم تکریم میکنم خودش جلوی بسیاری از مشکلات رو میگیره. چون ببینید در اون کلام آقا امیرالمومنین فرمودن که من کرمت علیه نفس و فهانت علیه شهوات. شما وقتی حالا باید میخوام فرمول بکشم از این روایت بیرون، نمیخوام روایت رو ترجمه کنم. انسانی که تکریم میشه دنبال حرام ها نمیره، دنبال بدی ها نمیره، دنبال لذت جویی های نامناسب نمیره. برعکسش انسانی که تحقیر میشه بله میره دنبال همه اینا میره که خودش رو اغنا. احسن. زندگی رو به هم میریزه، بد و بیرام میگه، توهین میکنه، خیانت میکنه، ریشهاش در همین عدم تکریمه. پس ما موظفیم به هم دیگه تکریم بکنیم. در البته تکریم اون نکته هم که حضرت عالی فرمودن خیلی سوال و هوشمندانه و به جایه. به معنای اینه که ما باید صاف و تو کشیده باشیم. به معنای تکریم اینه که تو طرف مقابلمون حس بدی، حس سرخوردگی، حس تحقیر و ایجاد نکنیم. بلذا ببینید خود اینم مراتب داره. یه موقع زن و شوهرن یه سطحیت تکریم، مثلا ممکنه همدیگر رو به اسم کوچیک هم صدا بزنن تازه کیف هم بکنن، ولی حالا همین خانم جلو مادر شوهرش رو به اسم کوچیک صدا بکنه، این آقا انگار احساس حقارت پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه مادرم میگه ببین مثلا زنش چرا اینجوری اینو صدا میزنه، در حالی که خود اینا دوتایی باشن کیف میکنند. ولی خود تکریم هم مراتب داره. در خلوت ها یک جوره، در حضور بچه ها یک جوره، در حضور اقوام و فامیل یک جوره، در محیط فرمودین دیگه معیارش احساس حقارت نکنه که حس بکنه دوچار یک سرخوردگی داره میشه. و متاسفانه ما گاهی اوقات از تحقیر و حقارت یعنی تحقیر کردن دیگران به دنبال یک نوع انتقام جویی هستیم. و بدانید انسان ماهیتش اینه که نباید باش در افتاد. یعنی شما حتی طرف مقابل یه خطایی میکنه نباید شما هم خطای او رو مثلا با تحقیر کردنش پاسخ بدی. اتفاقا من اونجا باید احترامه رو بذارم، همون حل مسئله اتفاق میفته که این فرد مجددا این رفتارهای نابهنجار رو نشان ندهد. بله خیلی خوب. حالا دوستان دارم بگن چقدر ما 2 دقیقه فرصت داریم برای جنبندی بحثتون راجع به کرامت. اگر اجازه بفرمایید من چند نکته رو درباره تکریم هم عرض بکنم که ما چطور میتونیم دیگران رو تکریم بکنیم. خیلی کوتاه عرض بکنم. یک، تو خطاب قرار دادن دیگران خیلی دقت کنیم، جوری دیگران رو صدا نکنیم که طرف مقابل احساس بکنه دچار سرخوردگی و تحقیری داره میشه.
نکته دوم، توی توجه به نیازهای طرف مقابل طرف رو سرخوردش نکنیم. یه موقع بچه هست بیرون اومده، حالا مثلا میگم یه بستنی میخواد، دست همه بچه ها بستنی، اینش نگیم نه برات نمیخریم، بعد این بچه شاید در نگاه ما منطقی باشه ولی از نگاه او داره تحقیر میشه، میبینه همه بستنی دستشونو دارن میخورن نداره، خب این احساس حقارت ایجاد میکنه. حالا تو زن و شوهر یک جور دیگه است، تو اقوام و فامیل یک جوره، نسبت شاگرد و معلمی یک جوره، پس به نیازهای همدیگه هم توجه بکن. نکته سوم، به اون کسانی که بالاخره جزئی از شناسنامه فردن هم باید احترام گذاشت، این هم یک نوع تکریمه. من نمیتونم به زنم احترام بذارم به برادرش توهین بکنم، به شوهرم احترام بذارم به مادر شوهرم بی احترامی بکنم، این یک نوع بی احترامی به این فردم محسوب میشه. این را هم ما باید به عنوان یک شاخه از احترام و تکریم حتما مد نظر قرار بدیم. در یک کلام آن چیزی رو که ما در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و سنت قرآنی میبینیم اینه که بایستی انسانها رو تکریم کرد. حتی شما یه موقع میبینید در برخی موارد حیوانات رو هم باید یه جایی تکریم کرد. حق نداری به یه حیوانی هم بی احترامی بکنی. حالا این هم در روایات داریم که فرصت میخواد که باید درباره‌اش صحبت. خیلی ممنونم استاد تریشون عزیز، مثل همیشه خیلی استفاده کردید، نکات کلیدی و کاربردی ان شاءالله بتونیم عمل کنیم بهش. لطف شماست. خیلی لطف کردین. اجرتون به حضرت معصومه سلام الله علیها. خیلی ممنونم از همراهیتون، زائرین عزیزمون که دل دادن به برنامه و شما پای تلویزیون. ثواب برنامه امروز رو یک جا هدیه میکنم با اجازه حضرت کریمه به محضر مقدس اولین زن مسلمان، مادر بهانه گیتی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. انشالله ایشان سفارش ما رو به پیامبر خدا بکنن. اینقدر پیامبر ایشان رو دوست داشتن که اگر ایشون یه خواسته ازشون داشته باشن محال رد کنن. انشالله سفارش ما رو بکنن، شفاعت پیامبر نصیب و قسمت هممون بشه به برکت صلواتی که تقدیم خواهیم کرد به محضرشون. و بعد با شما خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط والله بما يعملون محيط والله بما يعملون محيط صدق الله العلي العظيم. الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا